عبدالحی اکبری تخلص چی از ولایت پروان ولسوالی شیخ علی. دیگه روزی 3 ساعت پا کار میکنیم، همین برای ما میمانه. اینمی سیبکایی که شما میبینین عمل کنده باشه. اینمی سیبکا کاری که میچینیم روزی 3 ساعت پا میچینیم به خاطر که یک کار غریبی پیدا شد برای ما. اولاد مجرد هستیم استاز. مکتب هستیم 12 خلاص کردیم ما در سال 1388. دانشگاه فعلا تحولات هست، جنگ هست. در بخش انجینری برق هستیم. جنگ خلاص شده، خب پانتونا شروع نشده استاز. کاروبار الحمدلله خوب است، یک دست و دوام هست. دیگه سالانه اینمی عایدات کل مربوطات دوروبر شیخ علی اینمی سیب است. دیگه یک 70% مردم از امی سیب و سیب و زندگی خود پیش میبرند. ما ایال فعلا فقط به جز از دهقانی و باغداری دیگه کاری ندارم. تقریبا 1 اکرم جرب زمین است و امیر کلش چیزشون سیب است. از همین خوراکی سالمره ما حاصلات ما همین سیب است.